مرور خاطرات از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول، صحنه یا رویدادی است که می‌خواهیم آن را مرور کنیم. بخش دوم، تنفس است و بخش سوم، حرکت سر است. برای شروع، باید خاطره‌ای را در ذهن داشته باشیم. باید تا حد امکان آن صحنه را به خاطر بسپاریم و با ذهنمان تداعی کنیم. شانه راست، در حالی که سر خود را به سمت شانه چپ خود حرکت می دهید، نفس بکشید. ما نفس خود را بیرون می دهیم و سرمان را به سمت شانه راستمان برمیگردانیم و به دم و بازدم ادامه می دهیم تا زمانی که کل صحنه را مرور کنیم و به نوعی احساس کنیم که آن را دوباره مرور کرده ایم. وقتی آخرین بازدم را تمام کردیم و خواستیم صحنه را ببندیم، سرمان را تکان می دهیم. از چپ به راست، بدون نفس کشیدن. و سپس سرتان را در مرکز قرار دهید.